بترس از این که کسی در نزد الله رب العالمین از تو شکایت کند. انسانی که به دیگران ظلم و ستم می کند، آنها را می زند یا مالشان را به ناحق می ستاند، دیر یا زود در همین دنیا به سزای اعمالش می رسد. زیرا این وعده پروردگار است. در حدیث قدسی آمده است که خداوند درباره انسان مظلوم و ستم دیده قسم یاد کرده می فرماید: و عزتی و جلالی لانصرنک ولو بعد حین. قسم به عزت و بزرگیم که البته تو را کمک می کنم، انتقام تو را از ظالم می گیرم اگرچه بعد از مدت باشد. روایت ترمذی و احمد. پس ای انسان ظالم، از دعای مظلوم بترس، مبادا در نزد خداوند از تو شکایت کند. قسم به عزت و بزرگی خداوند که اگر از ظلم و ستم دست نکشی تباه و برباد می شوی.